25 قرن پیش در سرزمینی که مردمش سالها به ترس عادت داشته بودند، جوانی 20 ساله ایستاد. نامش کوروش بود. نه با تاج، نه با لشکری آماده، بلکه با کلماتی که قرار بود مردم را از خواب راحت بیدار کند. این سخنرانی برای آرام کردن نبود، برای وعده نان نبود. این یک فراخوان بود، فراخوان جنگ با آستیاک و مهمتر از آن جنگ با ترس. ای کسانی که امروز در بستر راحت آرمیده اید، آیا اندیشیده اید که این آسایش امروز می تواند بردگی فردای شما باشد؟ و فردا آزادان زندگی را آنان خواهند شناخت که از راحتی امروز چشم پوشیده اند. چگونه از اجداد خود شرم نمی کنید؟ آنان که امروز از جهان دیگر نگران سرنوشت شما هستند، چگونه طوق بندگی ستمگری خون آشام را بر گردن می‌گذارید، فقط برای آنکه وعده خوراک امروزتان قطع نشود یا امشب مانند شب‌های پیش آسوده بخوابید. ای سران قبایل فارس، اجداد شما آزاد زیستند. بدانید هر که راحت طلب شود از درون می شکند. همه آنان که با ذلت نابود شدند قربانی راحت طلبی خود بودند. ستمگر برای برده کردن مردم از 2 چیز استفاده می کند. اول ترس آنان و دوم عادت داشتنشان به راحتی. تا زمانی که تو ای مرد سرخمو و تو ای مرد فربه و تو ای مرد لاغرندام و تو ای مرد سیاه مو در بند ترس بمانی و نتوانی خوراک و خواب امروز خود را فدای آزادی و استقلال فردا کنی، هرگز به آزادی دست نخواهی یافت. آزادی و استقلال هدیه نیست، بهایی دارد. بهایش این است که راحتی امروز را فدا کنی و از مرگ نهراسی. سرباز خوب فقط آن نیست که در میدان جنگ شمشیر بزند یا اسب براند. سرباز خوب آن است که خستگی، بیخوابی، گرسنگی و راهپیمایی‌های طولانی را تاب بیاورد و بداند با دوست و دشمن چگونه رفتار کند. اگر دشمن تسلیم شد، کشتن او بی غیرتی است. ننگ تسلیم خود مجازات اوست. اکنون در برابر اهورامزدا و در برابر اجداد خود پیمان ببندید. از امروز راحت طلبی را کنار بگذارید. ترس از مرگ را رها کنید و خود را آماده سازید تا برای به دست آوردن آزادی و استقلال به پیشواز مرگ بروید. زیرا محال است قومی بدون آنکه از جان بگذرد خود را از ظلم و بردگی نجات دهد. ستمگر بدون ترس مردم هیچ است. 2500 سال گذشته اما الگو همان است. مردم بی‌دفاع در خیابان کشته می‌شوند. زنانی که زندگی می‌خواهند با خشونت پاسخ می‌گیرند. جوانانی که حرف می‌زنند یا زندان و یا حذف می‌شوند. اینها حادثه نیست، اشتباه نیست. این روش حکومتی است که می‌داند اگر ترس فرو بریزد او هم فرو می‌ریزد. استبداد با گلوله زنده نمی‌ماند، با ترس زنده می‌ماند. الگو همان است که کوروش گفت: ترس و عادت به تحمل اگر این 2 بشکند استبداد فرو می‌ریزد. امروز شاهزاده رضا پهلوی در همان نقطه ایستاده که تاریخ بارها ایستاده است. نه برای فرمان دادن بلکه برای نشان دادن مسیر. پیام او تکرار تاریخ است. کنار گذاشتن ترس، اتحاد و ساختن آینده بدون انتقام اما با مسئولیت. کوروش گفت: آزادی بدون هزینه نیست. شاهزاده هم همین را میگوید. هیچ کدام وعده آسان ندادند. هر 2 گفتند بدون مردم
هیچ تغییری پایدار نمی شود. ایران بعد از ترس کشوری است که استعداد و اندیشش تبعید نمی شود و حقیقت جرم نیست. زنها تحقیر نمی شوند و جوانان برای گفتن حقیقت جانشان را کف دست نمی گیرند. ایران بعد از ترس کشوری است که شایستگی ها می مانند نه سرکوب. کوروش بدون مردم کوروش نمی شد. هیچ شاهزاده‌ای هم بدون مردم تاریخ نمی سازد. تاریخ را نه زمان نه پادشاهان بلکه مردمی می سازند که تصمیم می گیرند دیگر نترسند. اینجا کافه برگی، جایی که پیوند تاریخ کهن با امروز رقم می‌خورد. بدرود. و دانشگاه‌هایی در سطح جهانی، ایران اکنون به مقصدی برای درخشان‌ترین استعدادها تبدیل شده است.